منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوار هستیم در هر جای این گیتی پهناور که هستید در پناه حفظ الله متعال باشید. در ضمن این برنامه‌های مبارک امروز می‌خواهیم درباره یکی از ارکان دین مقدس اسلام خدمت شما مطالبی را تقدیم کنیم. یکی از ارکان مهم دین و یکی از اساسات مهم اسلام که الله سبحانه و تعالی آن را برای خوشبختی انسانها و برای رفاه و آسایش جامعه انسانی قرار داده است. در حدیث شریف پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز بنا شده است، یا 5 بنای اسلامی که همه ما با آن آشنا هستیم. شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، شهادت بری که خدایی پروردگاری جز الله متعال نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول و فرستاده الله است. و اقام الصلاة و برپا داشتن نماز و ایتاء الزکات و پرداختن زکات و حج البیت و حج کردن به بیت الله شریف و صوم رمضان، روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان. پس یکی از 5 رکن دین مقدس اسلام زکات هست که باید هر مسلمانی زکات خود را بدهد، زکات اموال خود را. و همچنین اگر فردی در پرداخت زکات بخل ورزد و یا کامل پرداخت ننماید، مستحق عذاب الله متعال خواهد شد، زیرا او تعالی در قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 180 می‌فرماید: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبیر. آنان که نسبت به آنچه الله از فضل خیش به آنها عطا فرموده بخل می‌ورزند، گمان نکنند که این کار به سود آنهاست، بلکه برای آنها شر است. به زودی در روز قیامت آنچه را درباره آن بخل ورزیدن طوق گردنشان می شود و میراث آسمان ها و زمین از آن الله است و الله از آنچه انجام می دهید آگاه است. و در سوره توبه آیه 34 و 35 می فرماید: یا ایها الذین آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. و مردمی که زر و سیم را می اندوزند، یعنی پول و طلا و جواهرات را می اندوزند و آن را در راه الله انفاق نمی کنند، به عذابی دردناک بشارتشان بده. روزی که آن زر و سیم در آتش جهنم گداخته شود و پیشانی و پهلو و پشت آنها به آن داغ کرده شود و گفته شود این است آنچه اندوخته بودید برای خیش، پس بچشید سزای آنچه را که اندوخته بودید و ذخیره کرده بود در دنیا و زکات آن را نمی پرداختید و بخل می ورزیدید. در حدیث صحیح در بخاری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که فرمودند کسی که الله به او مالی عطا فرماید و زکاتش را ندهد، روز قیامت آن مال به صورت مار کچلی، به صورت ماری که سر او هیچی ندارد که 2 نقطه سیاه بر روی چشم دارد ظاهر می شود و دور گردنش می پیچد. سپس استخوان بیخ 2 گوش او را می گیرد و می گوید من مال تو ام، من گنج تو ام. آری این مال، این گنجی که با چه مشقت ها، با چه بدبختی ها، با چه دروغ ها، با چه کلک ها آن را جمع‌آوری میکنند بعضی از انسان ها، در روز قیامت بدبختی بالاتر از این وجود ندارد که حتی یک ریال آن را نمیتوانند با خود ببرند. همین مال که زکات آن را نپرداختند، صدقه از آن ندادند، به مستمندان از آن کمک نکردند، در روز قیامت طوق گردنشان می شود، برای آنها عذاب می گردد در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. و در حدیث دیگری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر دارنده طلا و نقره‌ای که حق آن یعنی زکاتش را پرداخت نکند، روز قیامت برایش قطعه‌ای از آتش ساخته می شود که در آتش جهنم داغ می گردند و پهلو و پیشانی و پشت او را با آن داغ کرده می شود و چون سرد شود دوباره داغ کرده شود و در آن روزی که به اندازه 50,000 سال است تا در میان بندگان حکم صورت گیرد. بله، همین پول و طلا و نقره‌ای را که جمع‌آوری کردند مانند خشت‌های طلا می‌گردند، اما در آتش جهنم داغ کرده می‌شود و سینه‌های آنها، پشت و روی آنها با آن داغ کرده می‌شود تا بششند که جزای کسی که زکات مال خود نپردازد، جزای کسی که صدقات و خیرات خود را ندهد، جزای کسی که بخل بورزد چیست؟ شاید عده‌ای از مسلمان ها یا عده‌ای از انسان ها بپرسن که حکمت از زکات چیست؟ چرا ما باید زکات بدهیم؟ خب این مال من است، من تجارت کردم، این مال خود را به دست آوردم، حق من است، دلم خواست به کسی بدهم یا ندهم. حکمت و هدف از دادن زکات چیست؟ زکات دارای فواید دینی است. فواید دینی که بیان کردیم اطاعت الله سبحانه و تعالی و اطاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که حکم آنهاست که ما بدون چون و چرا باید قبول بکنیم. و همچنین فواید تربیتی و اجتماعی که ما بعضی از آنها را خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیان می‌کنیم. در مسئله فواید دینی گفتیم که انجام دادن یک از فرایض است که از گردن انسان ساقط می شود و تقرب جستن به الله سبحانه و تعالی که در احادیث فراوانی وجود دارد که صدقه که از گناه را خاموش می کند یا غضب الله سبحانه و تعالی را خاموش می کند، مانند آب که آتش را خاموش می کند.
فواید تربیتی زکات این است که با پرداخت زکات انسان خود را در صف سخاوتمندان قرار می‌دهد، انسان خود را در صف اجتماع قرار می‌دهد. ایجاد مهر و محبت نسبت به محتاجین، زیرا که وقتی انسان قبل از پرداخت زکات دلش به حال فقیر می‌سوزد، همین است که زکات مال خود را به در می‌کند و به دنبال فقرا می‌گردد و یک نوع تواصل و همبستگی و اتحاد در جامعه اسلامی پیدا می شود. کسب محبوبیت نزد دیگران، اگر دیده باشید انسان‌هایی که ثروتمند هستند و الله سبحانه و تعالی با آنها پول وافر عطا کرده است و در ضمن انسان‌های متقی و پرهیزگار هستند و زکات و صدقات خود را می‌پردازند، این انسان‌ها از محبوبیت خاصی در بین مردم برخوردار می‌باشند. مردم طبیعتاً آنها را دوست دارند. چهارم، با ادای فریضه زکات خصلت بخل از انسان زدوده می شود که یکی از خصلت‌های زشت است که الله سبحانه و تعالی در سوره توبه می فرماید که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سمیع علیم. از مالهایشان صدقه‌ای بگیر تا ایشان را با آن پاک گردانی و پرورش دهی. پس زکات یک نوع تزکیه هم برای انسان هست که انسان را پاک می کند. فواید اجتماعی زکات هم فراوان است، از جمله نیاز فقرا که می بینیم در بسیاری از کشورها طبقه اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و در بعضی جوامع مانند ایران و خاصتا در افغانستان و یا در تاجیکستان طبقه فقیر به حدی فقیر هستند که شاید یک وعده غذای خود را نتوانند به درستی پیدا بکنند. دومین فایده اجتماعی زکات این است که جامعه اسلامی را قدرتمند و سرافراز می‌سازد. لذا صرف زکات برای جهاد در راه الله یکی از مصارف هشتگانه زکات هست. وقتی که در جامعه زکات پرداخته شود، طبعا برای تجهیز مجاهدین، برای کمک به فقرا، برای کمک به مستمندان، کسانی که در راه ماندن، برای همه اینها مصدری برای خرج وجود دارد که اگر مسلمان ها زکات خود را به حکومت یا به مراجعی که شرعاً حیثیت این را دارند که زکات مسلمانان را بگیرند. سومین فایده اجتماعی زکات این است که حقد و حسد را از دل فقرا نسبت به توانگران از بین میبرد. طبعا در یک جامعه‌ای که نسلی ثروتمند زندگی میکند و عده‌ای فقیر زندگی میکنند و این بعد اجتماعی که در بین آنها وجود دارد، یک نوع حقد و کینه نسبت به ثروتمندان به وجود میاد در بین فقرا که با پرداخت زکات میشود که این حقد و این حسادت و کینه را از بین برد. با پرداخت زکات اموال رشد کرد و در آن برکت داده می شود. امام مسلم روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ما نقصت صدقه من المال، هیچ صدقه مال را کم نمی کند. یکی دیگر از فواید اجتماعی زکات این است که از رکود ثروت جلوگیری کرده و آن را به گردش در میارد و دایره استفاده از آن را وسعت می بخشد. برادران و خواهران عزیز و گرامی، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره بقره آیه 267 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید. ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده اید انفاق کنید، یعنی از بهترین و برگزیده ترین و حلال ترین اموال خیش انفاق کنید و از آنچه برای شما از زمین برآورده ایم که عبارت از میوه‌جات و سبزیجات و معادن و گنج ها است و قصد انفاق آن را در
راه الله بکنید، در حالی که آن را الله سبحانه و تعالی برای شما پیدا کرده است و خود شما گیرنده آن نیستید و به هیچ نحو و در هیچ زمانی مگر آن که در آن چشم پوشی کنید. یعنی اگر یک از شما آن را در بازار ببیند که فروخته می شود یا کسی آن مال پست را به وی اهدا نماید یا در برابر حق وی به وی بدهد، هرگز آن را جز با میلی و از روی کمرویی و چشم پوشی نمی پذیرد. عزیزان بیننده، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث شریف که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت کردند می‌فرمایند که برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوسماری هدیه آوردند. آن حضرت از آن نخوردند. گفتیم یا رسول الله، آیا مساکین را با آن اطعام نکنیم؟ فرمودند از آن چه خود نمیخورید آن را به کسی دیگر نیز ندهید یا کسی دیگر را از آن اطعام نکنید. در این حدیث یک نکته بسیار جالب نهفته است که متاسفانه بسیاری از مسلمان ها از آن غافل هستند. همیشه وقتی میخوان زکات بدهند، صدقات بدهند، خیرات بدهند، از بی ارزشترین و کم ارزشترین مال خود میدن، در حالی که باید از بهترین مال خود صدقه و زکات و خیرات خود را بدهید تا قبول درگاه حق گردد. و همچنین مسئله اخلاص خیلی مهم هست که انسان باید در امور خود اخلاص داشته باشد. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمة. و فرمان نیافته بودند با این دین و این قرآن جز این که الله را بپرستند، در حالی که دین را برای او خالص گردانیده و حنفا باشند. یعنی قرآن را بدین منظور نازل کردیم تا آنان به عبادت و پرستش ما گردن نهند، عبادتشان برای ما از شرک و شایبه خالص باشد، با ما چیزی را شریک نیاورده و خیشتن را در دین و عبادت برای ما خالص گردانند و از همه ادیان بریده و فقط به دین اسلام مائل باشند. و این است معنی درست حنیف و پاک بودن. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما پیروی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب نماید و به ما توفیق بدهد که حقوقی که برگردن ما از جانب الله سبحانه و تعالی خاصتا زکات بر ما فرض شده است آن را به درستی انجام دهیم. موفق و سربلند باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.